امروز اومدیم یکی از خواستنین جیای ایران رو با هم ببینیم. این هم همونطوری که میبینید داخلش هستش که اولین جی 800 ایرانه که 800 هورس پاور داره ماشین. اکتر برابوس. کابین داخلیشو میبینین، بسیار ماشین خوبیه. گذرم وارد شده و به نظرم که از خواستنین جیای ایرانه. باید تریم سبز خوشگل بریم دور ماشین هم یه دوری رو بزنیم. در رو شما نگاه کن چجوری بسته میشه. این عقب ماشین هست و همینطور که میبینین اینجا. حالا از جلوش واسهتون نگذرم. یک شیت سبز خیلی خوشگل داره. خب نظرتون درباره این ماشین چیه؟